من امروزا اگر بعضی ها را بگم که صدقه هم زن دیمت کنه حق هم دارم. به خاطر برادرای عزیز به همه تلفن ها والله همه گریه خواهرها را میبینی که ما را مقصد زن دویم کردن، هفته ها سراغ ما نمیکنن. برای زندگیم ویران میشوه گفتد خب کن. خیر همین که بود مقصد. گفتی همین مردم همین قهینر داشتی، چی مثال اینقدر آفت مشکلات بالای مثال دخترای مردم میاری؟ همین هینر که نداری، همین غیرت که نداری، چی در کار همین کار کردن؟ خدای مهربان در قرآن گفتگی است فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شما اگر از عهده عدالت برآمدن نتونین، به یک تاش کفایت کنین. به یک تاش کفایت کن. زیرا عدل در همین راستا هم مهمه برادر عزیز. زنی دویم شید یا زنی سیم شید معنی او را ندارد که مقصد این باید که یگان حق و حقوق نداره. نه، برای این مسئله جدیه برادر عزیز. حکومت های مزالی هیچ نیکای دیم کاگی نیستم، برای میدونم که این کار خاتمه خوب نداره. کمش من میگه یا زن گرفته سیم چی گپای زنی دیم. نه من میگم من نمیرم، من کار نمیرم هیچ وقت، برای که همین زنها دلم خنک شده میدونم شون بسیار اجده مقصد. ممکن باشد در بینشون آدمایی که عدل هم کنند، اما استثنا هم هست، ولی گپ در سر بسیاری که من روی تلفن میگم که وقتی که همونها ما را وقتا زاره میکنن که مقصد در محفل معرکه بگو بابا یاجی در همین بابت گپ بزن که همه آدما به حد حق ما را پایمال میکنن. اجای بیدا میگه زن میگیره بعد میگه شرط های ما همیه تماما تلفن نمیکنی. خیر انا تا خودم تلفن نکنم. دویم همی که من شوی روزتم شوی شو نیستم. بیچاره را 5-6 شرط میمونه. خیلی بسیار با فیلم دیگه همه موندگی متهم محتاج دیگه بعد خیلی میگه میلش آخی شریعت اگر تو پیروی شریعت کنی شریعت شرطاش که ها موندگیه با تو ای که جا مثال ای پیش خیلی تری شرطا میمونی. همین میبینی نمیشوه چی در کار همین کار کردن. الله را بی خیلی شاگاه کسای نمیتونی از عهدش نمیبروی همین حقیقت کفایت کن.